أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان فيهما آلهة لفسدتا. صدق الله. دوستان نهایت عزیز، خواهران و برادران ارجمند، به تعقیب درس گذشته کلام پاک از سوره البقره که تحت عنوان متقی کی است مختصرا معلومات ارائه شده بود. حالا می خواهم به تحلیل متقی کی است صحبتی داشته باشیم. ما در گذشته فهمیدیم که ارشادات پاک قرآن بر ما وضاحت داد که متقی کسی است اولین شرطش یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داشته باشه. دوم و یقیمون الصلاة، و برپا دارن نمازها را جهت عبادت به پروردگار عالم. و مما رزقناهم ينفقون حالت سومش است که حالت سومش نفقه میکنه از آن چیزی که به دست دارن. چهارمش گفته بودیم که خداوند پاک برای ما میفرماید متقی کسی است که ایمان داشته باشد با آن چیزی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده، یعنی قرآن. پنجمش و آن کتاب‌هایی که نازل شده قبل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و ششمش و بالآخرة هم یوقنون، بر روز قیامت یقین و ایمان کامل دارند. پس هر کدام اینها شش مواردی که در حق یک متقی ثبت است جداگانه نهایت مختصرا به تحلیل میگیریم. درس امروزی ما درباره جزء اول که عبارت از یؤمنون بالغیب یعنی خداشناسی در مجموعه کلام ما جای دارد با خوانش میگیریم. پس یؤمنون بالغیب، متقی کسی است که ایمان به غیب دارد. و غیب چی است؟ ما گفتیم که خدا جل جلاله یا الله پاک را ندیدیم و قدرت دیدنش هم نیست، یک غیب است. همچنان جنت و دوزخ نطفه‌ای که در کمر مردها برای آینده نسل موجود است و آن ذاتی که این نسل را مخلوق خود ساخته و فنا می سازد
و غیره و غیره و غیره. خب شرط اولیش یؤمنون بالغیب است که ما ایمان به غیب داشته باشیم و سرچشمهش الله جل جلاله یا خداوند پاک است. پس چه قسم خداوند را میشناسیم؟ ما آیت مکرمه را قبلا در شروع خود تذکر دادیم که خداوند پاک جل جلاله می فرماید لو کان فیهما آلهة لفسدتا. لو اگر کان می بود، یا از آن کان به معنی ماضی است، گذشته، یعنی از حال صحبت نمی کنه. لو کان اگر می بود از سابق، فیهما در این دنیا و آسمان، آلهتون دو خدا، لو کان فیهما آلهتون اگر می بود در این جهان، در این زمین و آسمان دو خدا لفسدتا، خامخا فساد جور می شد. چرا هیچ کس هیچگاه دو شخص موظف بر یک کاری که انجام شود به توافق نمی رسد. حتما روز، ساعت یا وقت در جنجال مفته. ای که خداوند جل جلاله چه قسم ذاتی است، چه قسم صفاتی داره. قل هو الله احد و آیت الکرسی درباره شناخت خداوند پاک است. انشاءالله درس سومی که درباره شناخت پروردگار عالم داریم، انشاءالله قل هو الله احد و آیت الکرسی را با تحلیل و ترجمه مختصر خواهم گرفت. پس اینجا همین کافی است که بگویم اگر خدا در زمین و در آسمان دوتا می بود، فساد جور می شد. این بخش قرآنی بود، ما دلیل قرآن را آوردیم. بخش دومی که امروز جوانهای ما یا کسانی که خود را روشن فکر میگیرند یا ساینسدانان ما یا کسانی که در سیاست آغشته هستند، آنها اگر انکار خداوند را به زبان می آورد و یا در عقل می پروراند، پس ما دلیل ساینسی را برای آنها ارائه می سازیم. و این به این مفهوم است که ماده آن چیزی که ما با چشم مشاهده کنیم و یا به دست لمس کنیم به نام ماده یاد میشه. پس خلقت ماده از سه نوع حالت جدا نیست. هیچگاه، هیچ صورت و به هیچ منطقه ماده از این سه حالت خارج نمیشه. قبل از اینکه به تحلیل و تعریف شروع کنیم، یک موضوع را با خاطر دوستان خود یادآور میشم که یک بحث علمی است و یک بحث جهالت یا گفتاری که سفسطه است. پس گفت و شنود علمی منجر به قبولی حقایق است. آغازش و انجامش
ارتباط به اخذ ذهنی هر شخص داره که چقدر زود میتونه حقایق را قبول کنه. ولی بحث جنجالی که به غیر علم ما به شکل سفسطه داریم یا جهالت است، او شروعش از سوالات جاهلانه و انجامش به گفتار جاهلانه تمام میشه، هیچگاه به توافق نمیرسه، به خاطر که ذهن کوچک هر شخص وابسته به طرز تفکر و اندیشه و برداشت که تحمل آن را دارد مرتبط می سازد. پس ما در اینجا بحث علمی داریم. با او خاطر گفتیم که ساینس استوار بر تجربه است و تجربه از ماده شروع میشه، بالای ماده کار میشه. پس ماده چی است؟ ماده عبارت از آن جزء خلقتی که ما در روی زمین میبینیم و مشاهده میکنیم، سنگ، کلوخ، چوب، زغال، انسان، حیوان، هرچی باشه. پس همین ماده از سه حالت جدا نیست. اولی که ماده خود به خود پیدا شده، ماده خود به خود پیدا شده، بدون خالق، بدون کدام مدرک. دوم، یک جزء از ماده همین ماده را ساخته، یک جزء ماده ماده دیگر را ساخته. سوم، یک قدرت مافوق ماده است که ماده را خلق کرده، یک قدرت مافوق ماده است که ماده را خلق کرده. چرا؟ هیچگاه بدون خالق مخلوق به وجود نمیآید، نه در ساینس، نه در اجتماعیات و نه در فلسفه. تا که خالق نباشه مخلوق به وجود نمیآید. ما سی حالت را برای ماده تذکر دادیم که ماده خود با خود جور شده، هیچ امکان نداره. ماده بدون خالق وجود نداره، امکان نداره. از نگاه ساینس، از نگاه عقل و منطق و رشادت ذهنی. دوم، جزء از ماده را ساخته که این هم باز ارتباط با جزء اولی میگیره. پس اگر جزء از ماده دیگر را ساخته، پس جزء اولی را کی ساخت؟ خب بازم این کار نداره. حالت سومش، یک قوه مافوق ماده وجود داره که ماده را ساخته. این جواب حقیقی علمی و فلسفی و ادبی و قبول شدی است که باید بپذیریم ماده خالق داره، و اگر خالق جزء ماده باشه مثل حالت دومش، پس باز هم سوال خلق شد که جزء اصلی را کی ساخته. این هم جواب ساینسی بود که ما به خاطر رشد ذهنی دوستان خود ارائه کردیم. سوم، دلیل عقلی. اگر ما فکر بیاندازیم
ببینیم این آسمان ها و کهکشان هایی که توسط تلسکوپ با مشاهده میرسه و یا این زمین با این وسعت و مخلوق جداگانه که خلق شده هیچ بدون یک ثانیه است. همه چیز خود به خود پیدا میشه. آیا ما اگر در خانه بشینیم برای ما نان، آب، لباس تهیه میشه؟ برای ما پول به دست قرار میگیره؟ از نازل میشه از آسمان و از زمین میزایه؟ نه. پس چه قسم این زمین و آسمان و ستاره ها و ماتاب و کهکشان ها بدون یک خالق است؟ و این نظام شمسی که ما ماها سالها و در طول عمر خود به هزاران سال و حتی دانشمندان میگن که به میلیون ها سال وجود داشت، این قمر و آفتاب و زمین که در فضای لایتناهی در گردش است بدون خالق است؟ هیچ، خود به خود میچرخه. اگر ما توسط شمال یا باد بعضی از خس و خاشاک را از زمین به هوا به پرواز درآوریم، دیده نمیشه که امین خس و خاشاک با هم در تکر میشن، با هم میچسبن، پس زمین میفتن. اگرچه ما هوا یا باد یا شمال را واسطه ساختیم، پس چه قسم ما مقایسه میکنیم عقلا، منطقا، دلیلا که خدای خالق مافوق ماده، نه جز ماده، مافوق ماده نباشد و ماده به وجود بیاید؟ چهارم، هر آن چیزی که ما من حیث خداوند در ذهن خود مجسم می سازیم، مثل بعضی از انسان هایی که میگن ما خدا را دیدم، یا با پس آن ذاتی که ما مجسم می سازیم خدا نشد، خدا نیست، با خاطر که ما خالق آن شدیم، ما خدای آن شدیم. خداوند جل جلاله خودش گفته که شما مرا دیده نمیتونین. باز میریم با صحبت آینده و خیر انشاءالله که حضرت موسی علیه السلام وقتی به کوه طور رفت با خداوند پاک صحبت میکرد، روزی در بین صحبت گفت یا خدا یا الله، اراده دارم یا میخوام شما را ببینم. پروردگار عالم گفت تو مرا دیده نمیتونی، اگر مرا میخوایی ببینی پس سعی کن طرف کو. اگر کو استوار و استقرار پیدا کرد از تجلای من، پس تو هم دیده میتونی. وقتی موسی علیه السلام طرف کو نظر انداخت، کوه تکه تکه شد. فخر موسی صعقا، موسی علیه السلام بیهوش افتید. پس دید خداوند پاک در این دنیا به هیچ آیه و به هیچ گفتاری از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. پس ما یا کسانی که میگه ما خدا را دیدم، نهایت اشتباه و دروغ و بهتان را میسازد در حق خداوند. چرا که اگر ما کسی را، شخص را، ماده را به حیث یک خدا ببینیم، ما خدای آن شدیم، او خدای ما نبوده. خب
سه حالت را مختصرا درباره ذات پاک پروردگار عالم مطرح ساختیم. اولی که خداوند در کلام پاک برای ما چه گفت؟ اگر دو خدا می بود او بنده ها، او کسانی که ایمان ندارن، اگر دو خدا می بود در این زمین و آسمان فساد جور می شد. دومش دلیل ساینسی را آوردیم که درباره ماده سه حالت را به تذکر دادیم. سومش دلیل عقلی را آوردیم که اگر کسی قرآن قبول نکرد، ساینس قبول نکرد، پس در عقل با ما صحبت کنه، عقل خود را به کار بیاندازه که آیا خداوند پاک است یا نیست که ما ایمان به غیب داریم. و مثال های را آوردیم که این کائنات و این زمین و آسمان، این پیدایش انسان از نطفه تا به وجود آمدنش در روی کره زمین و معیشت آن، بعداً باز برگشتش به فنا، این خود به خود است. این آفتاب، این ماهتاب، ستاره ها، این کائناتی که در فضا در گردش است، بدون کدام کنترل، بدون کدام نظم و نظام، خود به خود حرکتن. خوب این ارتباط میگیره به ذهن کسانی که نهایت کوتاه در بخش نپذیرفتن حقایق. پس یکی از ایمان آوردن به غیب در حق متقی قبولی ذات پاک است، یعنی خداوند جل جلاله و یا الله جل جلاله. ما در قدم اول یا متقی در قدم اول اگر ایمان با خدای پاک نداشته باشد او متقی شده نمیتونه. و یک سوال در بین موضوع خلق میشه که خدا را اکثر مردم 99% مردم در کره خاکی ایمان دارن به خدا و ایمان می آورن به خدا، ولی کدام ایمان میتونه تصدیق متقی را برای ما ارائه کنه؟ باز هم سوالی است که ما در بخش چهارم صحبت داریم. یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. باز انشاءالله در اونجا صحبت خواهد داشتیم. اما کفایت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.